سلام آقای دکتر. این دلش درد میکنه. کدوم دلت جانم؟ فکر کنم بالای 600 تا 620 باشه. اوکی، تیشرت تو از 598 تا 622 بزن بالا. ولی هنوز نرسیده. تو خیابون نوابن فکر کنم، درسته؟ بله الان یه لحظه روشون سایه افتاد. فکر کنم تونل توحید باشن. دیگه گفتیم زودتر نوبت بگیریم. خب تو چته؟ من لای پام عرقسوز شده. کدوم پات؟ والا اونقدر عقبه که متوجه نمیشم، ولی 900 به بالاست. خب اون کی میرسه؟ اون فکر کنم تازه بیدار شده، یعنی خونه است هنوز. بله شما بفرمایید. خب من الان آمپولو به کدوم کونتون بزنم؟ خب به همین کون اولیو بزنی واسه نمیشه؟ بله به هر حال کون به کون راه داره. نه باید به کون همونجا بزنم. گیر داده ها. ببینید من برای خودتون میگم، الان باید برید اونجا کون به کون، صحرا به صحرا بگردید، آخرش یک کون شبیه همین کونایی که خدمتتون آوردین دستتون رو میگیره و آقا برادر من کون نمیخوام که، میخوام مداوا کنم. آها من فکرم دارید تعارف میکنید. ای بابا. اوی چیشا؟ هیچی، اون ته کون به کون دارن سیگار میکشن، خورد به پام. اصلا بفرمایید بیرون. یعنی چی؟ بفرمایید. آقای دکتر خدا شاهده ما 3 روز فقط